آب دندان یکی از شیرینی‌های سنتی و نوستالژی استان مازندران هستش. کره و پودر قند رو داخل ظرف بریزید. ابتدا با قاشق کره و پودر قند رو به خورد هم بدید و بعد 1 دقیقه با همزن برقی بزنید. زرده رو اضافه کنید و 30 ثانیه هم بزنید. دیواره ظرف رو تمیز کنید. هل و پودر گردو رو اضافه کنید. با لیسک مواد رو مخلوط کنید. حالا آرد برنج رو کم کم و با احتیاط در 2 مرحله اضافه کنید. ابتدا با لیسک مواد رو به خورد هم بدید و بعد با سرپنجه خمیر رو جمع کنید. باید یک خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد که به دست نچسبه. در صورت تمایل خمیر رو به 2 قسمت تقسیم کنید و به 1 قسمت زعفران دم کرده غلیظ اضافه کنید و مخلوط کنید. خمیرها رو داخل نایلون بذارید و 1 شب در یخچال استراحت بدید. بعد از استراحت به اندازه 1 قاشق مرباخوری از خمیر بردارید، تو دستتون گلوله کنید، مهر رو داخل آرد بزنید و خمیر رو مهر بزنید. کمی پودر گردو بریزید و در فر گرم قرار بدید تا کاملا بپزه. بعد از پخت کامل و خنک شدن در ظرف سرو بچینید. نوش جونتون باشه.